میگه دوستان خسته نباشید بچه ها. این به جز این یکی این چت جی پی تی هستن. این چت جی پی تیش برای ساخت تصویره، اینم قطعا خودتون باید بشناسین. برای پرسش پاسخ تصویره، یعنی مثلا متنی چیزی بهش بدیم تصویر میسازه. اینم مثل همون چت جی پی تیه، ولی یه کمی همچین پیشرفته تر. اگر تصویر بهش بدیم باش تولید فیلم، مثلا فیلم اینجور چیزا تولید میکنه. حالا بریم برای چت جی پی تی. میریم حالت صوتی. اگر اینترنت قوی باشه. الکترونیکی، راهنمایی در زمینه‌های مختلف و حتی گپ و گفت دوستانه. هر چیزی که لازم داشته باشی من اینجا. خب دوستان الان چت جی پی تی بود. بریم واسه اسمش نمیدونم، چت هوش مصنوعی. خب بچه میاییم یکی از اینا رو چند نفر دیگه ساختن رو نگاه کنیم با چه کیفیتی تصویر میسازه. میبینین این الان توضیحاتی که داده. خب اینا، خب من اینو کپی میکنم میفرستم برای اون چت جی پی تی و هوش مصنوعی گروک. میفرستم براش ببینم چطور تصویر تولید میکنه برام. این تصویرهایی که بقیه باش تولید کردن. خب الان یک عکس برام بساز با موضوع فاصله فرستادن. خب این از چت جی پی تی. بریم گروک، بریم واسه حالت صوتی. اینجا نگاه کنید بچه، اینجا ساخت ویدیو داره، باز کردن دوربین داره، یعنی با دوربین هرچی خواستیم عکس میتونیم بگیریم. خب بعد حالت صوتیش که همینه که الان چت جی پی تی باهاش حرف زدم. تجزیه و تحلیل اسناد تا حالا امتحان نکردم، ویرایش تصویرم تا حالا امتحان نکردم. ما میریم حالت صوتیش. نه برد اینترنت خیلی ضعیفه. حالا بذار براش بفرستیم یک عکس برام بساز با موضوع فاصله الساق فرستادن. ببینیم چت جی پی تی چی میسازه، گروک چی میسازه. رقابت بین دو تا چت جی پی تی. چت جی پی تی هنوز نساختش. این کلام از گروک دیرتر از چت جی پی تی فرستاد. یه عکسی که چت جی پی تی درست کرده. نم کیفیتش خوبه، بد نیست، ولی او یکی هوش مصنوعی که کلا عکس میسازه او خیلی کیفیتش بهتره. بریم گروک به همین زودی ساخت. گروک به نظر من سرعتش خیلی بهتره، کیفیت تصویرش هم
خوبه. ما هر موقع یه متن رو بهش میدیم 2 تا عکس ازشون میسازه. الان چجوری بگم، الان نگاه کنید بچه ها، نوشته که مثلا سبک نقاشی روغنی، جتپک درخشان، رقصنده نوجوان. مثلا میزنیم سبک نقاشی روغنی. من از هوش مصنوعی گروک بیشتر خوشم میاد. هم تو سرعت خیلی بهتره، همین که همچی چیزا باحال‌تری میسازه. حالا مثلا من اینو میزنم دانلود تموم شد. خب میزنم داخل ایمیج، این تصویره که اینجا هستش اینو انتخاب میکنم، منتظر میمونیم. اینجا یکم بزنین جلو. از مشقاتون بخونه بنویسن. داخل فیلم بخوام کات کنم همچی که بد میشه. این الان به سبک معمولی ساخت. سفارشی داره، سفارشی هر چی که بهش بگیم انجام میده. مثلا بگیم مرد سوار ماشین بی ام و میشه، سوار میشه، میگه که با چوب میزنه رو سقف ماشین بی ام و، هر چی بهش بگیم تو میسازه. یعنی او تاثیر طبق گفتار ما برکت نمیاره. سرگرم کننده که خنده داره، باحال فیلمش. جالبه، من بیشتر به خاطر همین ویدیوش خوشم میاد. تا دانلود میشن برم داخل گوگل تصویر دانلود کنم. مثلا میزنم بوگاتی شیرون، الان مثلا خوشگلشون میده. لاگری تصویر، میرم داخل گروک، اینم ساخته شد. یالا با مزه شه. صبر کنیم. اینجوری کم که آدم بعد بوگاتی شیرونه دانلود نشد. بخشی گوشیم خیلی هنگ میکنه. این یکی شد بوگاتی شیرونه. بریم ببینیم با یکی چی میسازه. اگرم خواستین داخل فیلم بعدی که میذارم داخل کامنت ها مثلا بگیم که مثلا آقا من میخوام یه عکسی رو بدم به تو با این مشخصات برکت داری شه. خب بین تمامی کامنت ها یک پرکشی میندازم، اسم هر کی در اومد تصویر رو براش برکت در میارم. بعد داخل تلگرام آیدی بند خدا رو میگیرم، عکس ازش میگیرم، برکت درش میارم، براش میفرستم. ببخشید اینترنت خیلی ضعیفه، عذرخواهم. یلا معمولی شد، میریم برای سرگرم کنندش. کلا با اومد بوگاتی شیرون میده زیر سال. بوگاتی رو میگه این من نیستم، یکی دیگه. آمد
مالیاتش سوراخ شد. جالب، خوشم آمد. ده بچه ها الان نتیجه گرفتیم که چت جی پی تی گروک خوبه با این یکیه. چت جی پی تی هم خوبه، بعضی از سوالا خیلی خوب جواب میده، ولی گهگداری یه سری مشکلاتی داره، یعنی منظور رو هر چقدر بهش میرسونیم بازم میره دنبال یه چیز دیگه. گروک نه، گروک هر چی بگیم انجام میده. یه هوش مصنوعی ایرانی هم بود، اونم خوب بود. هوش مصنوعی چی بود؟ هوش مصنوعی ویرا، هوش مصنوعی ویرا، اینم خیلی خوبه. درست که محدودیتاش زود تموم میشه ولی جالب جواب میده. سلام. من راضی پیش ریاضی رو آقا تا دست ریاضی شوه خورده راه حلا ریاضی همه رو درست رفته، همه رو درست نشته، فقط یه ضرب مثلا مخرج جمله 6 هفته چه مثلا این ضرب بلد نشده. خواهد سلام شانس من اینترنت ضعیف نمیاره. نیفتاده صدام چیه؟ صدام با؟ پاکش از اول بیاد نگرد اینجا میمند از اول چه کنی؟ روب ساعت فیلمیه. خب باش از اول نمیشه. آها وی پی روشنه. وی پی خاموش باشه سریعتر دانلود میشه. بعد وقت شریک ولایت هرچی این بود چسبونم بهش، ولی بازم بعضی موقع نتش خیلی ضعیف میشه، بعضی موقع تا اچ پلاس هم میره. این هوش مصنوعی شینا هسته. هوش مصنوعی شینا رو هم خیلی تعریفش شنیدم، رفتم دانلودش کردم برای اینکه بتونم ورود بشم، یعنی ثبت نام کنم داخلش. میباستی یه 900,000 تومانی بدم، یه رمز میدادن بهمون، یعنی اختصاصی مال خودمون بود، یه رمز میدادن بهمون دیگه، کلا دائمی بود، یعنی نیاز به تمدید نداشت. هوش مصنوعی شینا مثلا اسنپ میتونه بگیره، پیام بفرسته، تماس بگیره. جالبه. من یه فیلم رو تو اینستا دیدم، یارو گوشه گذاشت جلو داشبورد، گفت شینا گفت بله، گفت شینا حواست باشه من موقع رانندگی اگر خوابم برد من بیدار کنی، یعنی آلارم خطر بدی. یارو همینجوری کم کم علیکی چشمش بست، شروع کرد بوق زدن، بوقا تیز. جالبه. پول دستم بیاد حتما میگیرمش. ببین چه قابلیتایی داره. گروه چت جی پی تی بروز رسانیشون اومده. آمد. ویرا دستیار هوشمند برای شروع بکشید. یه قسمتون استاپ میکنم. خب بچه ها اومدیم داخلش. این قسمتش چه تبدیل، یعنی نوشته بهش میدی به صورت متن برات میفرسته. اینم برای تولید تصویره، مثلا اون چت جی پی تی متن میفرستیم تصویر میسازه. اینم متن به گفتاره،
چجوری بود این یکی؟ در فارسی متنی بر فناوری هوش مصنوعی به قابلیت قانونی شد. آها، این هم مثل همون متن به صوت تبدیل میکنه. آها، این گفتار به متنه، این متن به گفتار. یه هماهنگ هم تغییر صدا، مثلا همین بازیگرای ایرانی هستن، اینا رو یکیشون انتخاب میکنی. مثلا کدوم بگم؟ عبدی.